سلام به کانال یوتیوب پرشین ساب، خوش اومدید. توی این ویدیو قراره صحبت‌ها و نظرهای خوب و بد توریست‌های خارجی که به ایران سفر کردن رو راجع به ایران ببینیم. با من همراه باشید. قبل از شروع ویدیو میخواستم بدونم شما میدونید که گرفتن ویزای ایران یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست و خیلی از توریستایی که میخوان به ایران سفر کنن ریجکت میشن و انتقاممون از کشورهایی که به ما ویزا نمیدن میگیریم. صحبت‌های این آقا رو در این موردم بشنویم. شما میدونستین گرفتن ویزا ایران خیلی سخته؟ من دو تا دوست بلژیکی دارم، اینا با چرخ دور دنیا رو سفر میکنن، بعد چند ماه منتظر بودن، سفارت ایران ویزاشون رو ریجکت کرد و مجبور شدن ایران رو دور بزنن، به سفرشون ادامه بدن. یعنی که بعدن خارجی دیدین کلاس بذاریم براش، بگید اون کشوری که به تو ویزا نمیده من پاسشو دارم، میتونم بدون ویزا سفر کنم سیرالئون 10 روزه. مصاحبه با توریست اسپانیایی که توی ایران عاشق بربری شد و روی دستش تتو کرد. عاشق بربریم. My tattoo. Yes. Barbary. Barbary. Mi último día en Irán. ¿Cómo? Barbary. Yeah. I don't know. Now I feel like I'm famous in Iran because my tattoo. I make the tattoo because I think that it's a really good work, because when I show my tattoo to Iranian people, all people laugh. So I think I don't know, it's funny, and for me it's a good memory. Pero llevo aquí bastante tiempo y ya he descubierto por qué Irán es peligroso. Irán tiene un peligro, y es que una vez lo visites no querrás irte. Te vas a enamorar del país y de su gente. Había leído que los iraníes eran muy hospitalarios, pero nunca imaginé que tanto. Superaron con creces mi expectativa. Barbary, Barbary, Barbary. این توریست چینی اومده ایران و این راننده تاکسی براش آش گرفته و نشستن کنار خیابون دارن میخورن. اون این ویدیو رو توی صفحش منتشر کرده و زیرش نوشته که تاکسیه ایران توی یه مرحله دیگن. علاقه دختر روس به آهنگای ایرانی. جوادی اساری آخه؟ خب از موسیقی ایرانی من مثلا محسن چاوشی خیلی دوست دارم، سنگ صبور، چون و آهنگ‌های دیگر هم چون واقعا خیلی غمگینه، خیلی روی دلش میشینه. جواد یساری خیلی دوست دارم. من خیلی این آهنگ دوست دارم. سپید دم اومد و وقت رفتم، وقتی نداریم ما برای گفتن هر چی که بود بین ما تمام شد، دیگه برام اینجا نیست جای موندن. من میرم از زندگی تو بیرون، یادت باشه خونه ما کردی بیرون، که خیلی عاشقانه، واقعا خیلی دوست دارم. لا أنا مو في المريخ، أنا في واحدة من أغرب جزر العالم. ویدیویی وایرال شده ی این توریست عرب از سفرش توی جزیره هرمز. البته امیدوارم که نظرشون به این جزیره هم جلب نشه و روی این جزیره هم دست نذارن. أقرب من كذي إنها قريبة منا، المنطقة ساعة بس من الإمارات، تقدرون تشوفون عمان قدامكم. عرفتوا أنا وين؟ أنا في جزيرة على مضيق هرمز. وصلت هنا عشان أكتشف جزيرة هرمز. وتدرون إيش شفت؟ اشک‌های این زوج اروپایی بعد از دیدن زیبایی‌های ایران. Yo personalmente tenía muchas ganas de venir, no sé por qué, pero de siempre me ha llamado la atención Irán. He leído mucho sobre Irán y era uno de mis sueños venir aquí. اونو که دیدم چشماشون نه تنها پر اشک شد، گریه کردن زار و زار. و گفتن که ایران رویای من بود و امروز احساس میکنم که من به این رویا رسیدم. دو تا ویدیوی کوتاه هم ببینیم از قسمت‌هایی از سفر یک توریست ژاپنی و یک توریست کره‌ای در ایران. Samurai-yan. Korean. Where are you from? Japan. I love Japan. 이제 테헤란으로 올라가고요. 승객분한테 돼 있으니까. Welcome to Iran. To Tehran. Yes.
여기가 한국 식품 되게 많이 있는 그런 마트인데 네, 아마 한랄일 거예요. 강남에 있어요. 강남에? 아, 사업을 예, 지금 하고 있어요. 쉬슬릭. 근데 맛있어요. توریست اسپانیایی بیشترین خطر توی ایران خطر چاقیه. Como periodista especializado en viajes, me preguntaban en una radio en España, oye, ¿estás en Irán? ¿Es peligroso? Yo decía, el único peligro que puedes tener en Irán es que vuelves un poco más gordito porque se come muy bien. Es la segunda vez que yo visito Irán. En mis viajes por el mundo, más de 120 países, no repito muchas veces, pero Irán me enamoró la primera vez y por eso vengo una segunda ocasión. How was the food? صحبت ها و نظرات چند تا توریست سوئیسی راجع به ایران که یکیشون فکر میکرد که ایران با این همه منابع و معادن کشور فقیریه و کشور خودشون کشور ثروتمندیه. The most important thing that I see that the people here in Iran, they can buy everything. So you have all the stuff what you need, shoes and clothes and like us. So it's not different. I think it's the friendliness of the people. I didn't think that we are very welcome because they know we are Swiss people from Switzerland and they know Switzerland is a rich country and probably not everyone in Iran has as much money as we and they aren't able to travel like we, but it isn't like that. I am surprised by traveling. Our cars, our camping cars, they use diesel. In Switzerland, for diesel we pay 550,000 riyal. Here, a liter. Here, for 1 liter we pay 600 riyal. But in Switzerland, we can go anywhere we can put in. Here, we have to find a place and special situation to get diesel. Why? توی این ویدیو در یکی از روستاهای جنوب ایران این خانم داره قهوه آسیاب میکنه که این توریستا فکر میکنن که داره براشون آهنگ میزنه و دست میزنن. توریست سوئیسی هم معتقده که توی ایران آدما خیلی راحت‌تر میتونن با هم دوست بشن و دوستای بیشتری توی ایران داره تا کشور خودش. I'm Gizi. I'm 27 years old. I'm from Switzerland. I studied tourism and communication. And last year with him, we decided to leave our jobs and to just start traveling. We met a family in the desert because they were stuck with their car in the middle of nowhere, so we helped them to push. And they invited us to their wedding. So we're gonna go. I'm super excited because in Switzerland, weddings are something very small. I have more friends in Iran now than in Switzerland. It's crazy. این یه عکس که گرفتم تو استان مرکزی یک یا 2 ماه پیش بود. این عکس توی بازار کاشان گرفتم. So this is my favorite picture. It brings back really fond memories of my trip to Esfahan. بازار کاشان قدیمی و در گذشته مرکز تجارت بوده. میتونی ببینی دشت گندم در سانست چجوری میگی؟ غروب. This is Naqsh Jahan Square. این عکس رو دوست دارم چون معماری ایرانی رو کنار زندگی معمولی مردم نشون میده. قشنگ بود، خیلی خوش گذشت. There's a very famous tea shop overlooking the square and I do remember having a really delicious chai there. شما کدومو دوست دارین؟ توی کامنت برایمون بنویسین.